سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قرار تدریس واژگان انگلیسی رو با هم ببینیم. به جای اینکه فقط ترجمه ساده داشته باشیم، از تکنیک‌های مقایسه، جدول، مثال، تمرین و فعالیت‌های خلاقانه استفاده می‌کنیم تا یادگیری هم عمیق‌تر و هم جذاب‌تر باشه. هدف این هست که یاد بگیریم هر کدوم رو چه زمانی و چطور به کار ببریم. برای قسمت اول سراغ watch، look، see میریم. 3 کلمه که در ظاهر شبیه به هم هستن اما کاربرد متفاوتی دارن. Word look meaning English turn your eyes in direction with intention. چشمت رو به یک جهت بچرخان با قصد. Example sentence Look at that picture. به اون عکس نگاه کن. ترجمه فارسی نگاه کن. Word see meaning English Notice with your eyes without afraid. با چشمانت توجه کن بدون تلاش. Example sentence I see a bird in the tree. من یک پرنده روی درخت میبینم. ترجمه فارسی دیدن میبینم. Word watch meaning English Look carefully usually something moving. با دقت چیزی رو نگاه کن. معمولا چیزی در حال حرکت. Example sentence We watched the movie last night. دیشب یک فیلم دیدیم. ترجمه فارسی تماشا کردن. برای قسمت بعد سراغ فرق بین died، dead و die میریم. مورد اول die. فعل در زمان حال استفاده میشه یعنی present هستش برای بیان مردن یا از کار افتادن چیزی در حال حاضر. He's very sick. The doctor say he's going to die. او خیلی مریض است. دکترها میگویند که خواهد مرد. The nurse comforted dying soldier. پرستار سرباز در حال مرگ را دلداری داد.